مصطفی رضا حسین پور. خود رضا استرس بالایی هم داره. رضا حسین پور نباید اینگونه باشه، باید تو رو راحت تبدیل به گل بکنه و دروازه‌بانی را در تصمیم لازم میکنه که کوشش میکنه هوش و حواس رضا حسین پور رو به هم بریزه. بله حالا در اجازه میده و سود میدن. رضا حسین پور رضا میگیره، حالا در برگشت گل برای تیم ملی ما. حالا یکی از گل‌های خورده جبران میشه و ما 8 دقیقه فرصت داریم تا در ادامه برگردیم. انشالله که برگردیم. اگر برگردیم چه خوب برخواهیم داشت. حالا بازی 3-1 میشه. یکی از گل‌های خورده جبران میشه توسط رضا حسین پور. دعا بکنید عزیزان تا بتوانیم چه موقعیت طلایی برای ما از دست رفت. محمد جواد سفری توپ در اختیار داره. 7 دقیقه و 27 ثانیه. نباید زمان سپری بشه. باید ما بریم به سمت دروازه حریف. این ضربه و گل! بله گل! حالا ما برمیگردیم به بازی قوی تر از همیشه. گفتم وای از روزی که ما برگردیم. افغانستان 2 ایران 3. ببینیم با هم.